اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در موضوع عزت و اعتبار و آبروی مسلمان میخواهم مختصرا با شما صحبت داشته باشم. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیثی که حضرت امام ابو داود روایت کرده است از حضرت انس رضی الله تعالی عنه، پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان میکند، میگوید ثلاث من اصل ایمان، سه چیز از اصل و قاعده و اصول دین مبین اسلام است. الکف عمن قال لا اله الا الله، یعنی که دست برداشتن، زبان برداشتن از شخصی که لا اله الا الله میگوید، یعنی شخصی که کلمه مبارک لا اله الا الله را میگوید باید که دست و زبان را از او برداشته شود. ولا تکفره بذنب ولا تخرجه من الاسلام بعمل، هرچند که این شخص عملی بد هم کند و به سبب عملی بدی که میکند ما او را از اسلام بیرون نمیدانیم و به سبب گناه کردن نیز اون شخص را ما از دایره اسلام بیرون نمیدانیم. یعنی شخصی که به سبب کلمه مبارکه لا اله الا الله را بیان میکند، هرچند که شاید که از او گناه صادر شود یا یک عملی بد صادر شود، به سبب این عملها او را از دایره اسلام بیرون کرده نمی شود. زیرا این کلمه مبارک نزد خداوند تبارک و تعالی ارزش و قیمت نهایتا زیاد دارد. در صدر اسلام در جنگ هایی که بین قبیله ها میگذشت، اسامه پسر زید رضی الله تعالی عنه یک نفر را در حالی که کلمه شهادت میگفت از جانب مخالف با شمشیر زده کشت. وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله این را شنید، حضرت اسامه را بسیار نکوهش، بسیار سرزنش های سخت کردند. سرزنش زیاد کردند که برای چی نفری که کلمه مبارک لا اله الا الله را بیان میکند او را کشتی. حضرت اسامه میگوید که آن کس از روی که به خاطری که از همین وضعیت بیرون شود، به خاطری که جانش به سلامت ماند، این سخن را گفت. حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله گفتند که فهل شققت عن قلبی، آیا دلش را شکافتی و دیدی که او از روی ترس، از روی وهم، از روی خلاصی میگفت. یعنی به حد اسامه پسر زید را سرزنش کردند که هر وقت که میدن فکیف بلا اله الا الله، چگونه با وجودی که لا اله الا الله گفت آن کس را کشتی، گفته سرزنش کردند. اسامه میگوید که در برابر کفارت این گناه غلامی را آزاد کردم و حتی به من به حد مشقت و سخت می آمد که گمان میکردم که تا همان روز، تا همین واقعه من مسلمان نمی بودم. یعنی که عزت آبروی مسلمان به حد بلند است که انسان‌ها باید آن را رعایت کنند و در جنگ هایی که بعدی در زمان حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به وقوع پیوسته بود، وقتی که با مرتدها بود، وقتی که میرفتن حالتایی میشد طرف هر قبیله که میرفتن اذان، ندای اذان میکردند. اگر از جانب آنها نیز ندای اذان می آمد، دست از آن قبیله میبرداشتند و با راه خود دوام میدادند. یعنی که از جانب طرف مقابل وقتی که اذان را میشنیدند، دست از جنگ، از کشتار، از قتل باز میبرداشتند. پس ما و شما باید که این کلمه مبارک را، حرمت آن را، عزت آن را، شرف آن را، آبروی آن را باید که دانیم و کسانی که لا اله الا الله محمد رسول الله میدانند، میگویند، آنها را باید که همچون مسلمان اعتراف کنیم، مسلمان دانیم و وظیفه ما شکافتن قلب، تشخیص کردن ایمان یک نفر و به حد کفر و از ایمان بیرون و ایمان داخل کردن وظیفه ما و شما نیست. هر کسی که کلمه مبارک لا اله الا الله محمد رسول الله بیان کرد، او چی است؟ اون مسلمان است. اون نزد ما چی است؟ شخصی مسلمان است. آبرو عزتی او باید به اعتبار گرفته شود. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.